ما نمیدونم دم از کی میره چوب جمع کنی بابای ما دشت بگه برو چوب جمع کن خود برو زغال بگیره یکم سر کی سرش. آقا رخش نگاه کن جیانم به قرآن قسم نمیدونم مگه یک بسته زغال چقدر قیمتش میشه که آقا هی ما رو بفرسته دنبال چوب. بابا محیط زیست ما رو بگیره چوب تو کون ما هم. البته ما چوبای خوش که میچینیم خیال شما راحت میشه دوستان محیط زیست. ما فقط چوبایی که افتیده اگه نه اونایی که روی درخت ما گوه بخوریم بلا نسبت ما اونا رو جمع کنیم. آقا تا این جامدم گلو خوش که نرم یک سوسیس بگیرم اونجا کباب کنیم اشغال به راه میشه. مرد حساب یا تون برو یا بذار ما بریم خارت. بدبختی یعنی که ما مخیم از این طرف بریم این گو هم مخیم از این طرف بره. همین لحظه ای که حالا ما مخیم عجله داریم مخیم بریم الان غروب که نگاه کن همون مسیری که ما مخیم بریم یا مخیم بره خاک به سر. چه همه زمین ها مال با بزرگ ما بوده تو چیش کار میکنه همش خاک به سرش کنن. نمیدونم چی با خودش فکر کرده همش با یک بسته پفک همش حالا با یک بسته پفک با یک دستی کله پاچه فرق نمیکنه. خاک به سرش چی با خود میگیدی. اگه اینا رو میداشته ما مثل مال پراید بوده اگه اینا مال ما بود دور تا دورش دیوار میکردم میگفتم باب زگالا به یوتیوب not is چوب تر no is very خشک اندر وای تمام خشک همش خشک. سال 85 ایز خوش سال آمد همش خوش خیال راحت ایز نو دنجر ایز ویدیو نو پاک همش خوش خیال راحت. ما رسیدم خاکی اینجا جاده رو بستن وای ترمز نمیگیره اینجا جاده رو بستن میگه از این طرف بره نکنه میخوان ما رو بدزدن ما رو قاچاق ما کنن به دبی. ما میگم نرم ول کنن یک بسته زغال بریم بگیریم بابا ما رو مگاهی ول کنه هم بریم ببینیم با آخرش کجا میرسیم ما رو ندزدن ببرن قاچاق کنن دبی. آقا به جان خودم ما یک جامدم نمیدونم کجایه اینا احساس میکنم برنامه میخوان ما رو بدزدن. حواسم باید خیلی بیشه بعد پام رو گاز بشه تا میخواستم ما رو بدوزن گاز بودم ولی ترمز دیدم از او بر کشته مرا. دوستان ما احساس میکنیم یا به صحرای عربستان رسیدیم یا به فلوریدای جای رسیدیم. نه سرسبزی به نه درست دارم میره. آقا ما رسیدیم یک جا 100% میخوان ما رو بدوزن 100% اینا خفت ما میخوان بکنن. بعد نگاه شن چی ماسه ریختن که ما ماشین ما گیر کنه اینجا بگم ما رو آقا ما گو بخوریم بریم چوب جمع کنیم از جایی که میخوان ما رو بدوزن ببرن دبی قاچاق ما کنن مگه مجبوریم خود ما منیم زغال بخریم مگه دست پای ما چلاقه ما هم منیم از تهرانی ها زغال میخریم او ماشاءالله چیزی که داریم پول حالا درسته باب بزرگ ما زمین رو برو پفک ولی دیگه پول که داریم بره یک بسته زغاله جان بابا ها بابا دارم بره چوب جمع میکنم. آره نه خیال راحت میشه دارم چوب جمع میکنم یک عالم پشت ماشین پره ها دارم جمع میکنم اجازه بده الان برات میارم. سلام آقا مگم زغال چند